سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو از روز پنجشنبه 15 ینور من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات تاجیک میگویند برای مساعدت به بازار کشاورزی روسیه با پیاز حجم کشت این محصولات را تا 5000 گکتار دیگر توسعه دادند. سجاودین اسرائیلوف نایب وزیر کشاورزی 15 ینور در نشست خبری گفت که بعد از تحریم روسیه از جانب اتحادیه اروپا و آمریکا، مسکو میخواهد محصولات بیشتری کشاورزی را از تاجیکستان وارد کند. این سال ما منو کشتی هم زیرا علاقه من هم است کشتی بر وقتی 2000 گکتار زیاد کردیم. من با پیش دوم دورت هستم. با 3000 دیگر در پیش است که ما زیاد کنیم نسبت سال پیشین که همین برای همین روسیه میکرد داشته که اصلا. در صحبت با ژورنالیستان در دوشنبه همچنین به مسئله به اجاره چینی ها دادن زمین های کشاورزی توجه شد. وزارت کشاورزی میگوید سال گذشته باز 6000 گکتار زمین در ناحیه دنقره و 15 گکتار زمین های کشاورزی ناحیه وحدت و شهروندان چین به اجاره داده شده است. در گذشته مقامات به کشاورزان چینی اجازه اجاره 500 گکتار زمین را در ناحیه های ولایت ختلان داده بودند. در سال 2014 67 فلاکت طبیعی رخ داده است که در نتیجه آن 31 نفر جان خود را از دست دادند. این آمار در جریان ملاقات مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده و مسئولین حکومت تاجیکستان با ژورنالیستان صدا داد. مسئولین میگویند از روی حساب‌های آنها فعلا 25000 اهالی کشور در محل‌های خوفناک زندگی میکنند و بیش از 1000 محله در حالت سر زدن ناخوشی به مثل فرآمدن سیل و یارش، ترمه یا آبخیزی با خطر روبرو میشوند. مقامات میگویند در حالی که برای کوچ دادن مردم به مناطق امن تلاش میکنند، گاهی تفکری عرفی مانع ترک محل‌های خطرزا شدن آنها میشود. اکثر مردم هستند در لب جر زندگی دارند، میروند، میفهمونند، آگاهنامه میگیرند. نماینده سیتود ما اینجا بگم همینجا گذشته شده است، ما همینجا میستیم. همین چیز ما را کمتر وای میکنند، کمتر فعالیت سیتودو را مشکل میگردند. کارگردان معروف تاجیک برزو عبدالرزاقов برای کار به قزاقستان رفت و حالا در تئاتر موسیقی و دراموی به نام ثابت مکانوف شهر پیتراپاولسک ولایت شمالی قزاقستان به کار شروع کرده است. در صحبت با رادیوی آزادی توسط فیسبوک او گفت که سرین نمایشنامه معروف ریویزور نیکولای گوگل کار شروع کرده است و گفت بعد نیم سالی در تاجیکستان زیستنش برایش در وطن کار پیشنهاد نشد و او تکلیف کار در کشور قزاقستان را پذیرفت. و سال 2014 کارش را به حیث سرکارگردان تئاتر روسی شهر بیشکک قطع کرده به دوشنبه برگشت و گفت میخواهد با پدر و مادر مریضش نگاه و بین کند و اگر پیشنهادش شد در دوشنبه کار میکند. در دوشنبه نخستین مکتب تجارت برای صاحبکاران خردسال تأسیس شده است. مؤسس این برنامه تعلیمی روزنامه‌نگار و کارشناس امور اقتصادی ظفر عبداللهیف است که برای گروه کودکان و نورسان 10 تا 16 ساله اساسهای تجارت و صاحبکاری و نازکی‌های کاری رهبری و دانش‌های سیاسی را تعلیم می‌دهد. خود ظفر عبداللهیف میگوید فکر تأسیس یک مکتب ویژه تجارت برای اطفال با بهانه تربیت و تعلیم فرزندان خود آمد و حالا وی می‌خواهد دانش‌های خود را با اطفال خواهشمند دیگر هم تقسیم کند. اساساً من گروهی کودکان معلومات کردم، گفتم برای ولی درس می‌دم یا برای کالونو کدایی که تماما بیزنس را می‌دونند. در نزدیکی نصیب برای زنکوی خونشین تمام خرجک وارد خدمت ممکن تو جمع کورس داشته شود. بعد انجام مهلت درس ها به هر اشتراکچی سرتیفیکات سپرده می شود که شرطاً نامش را مدیر خردسال گذاشتند. ضمناً این موضوع به شکل مفصل در برنامه رادیویی آینده ساز رادیوی آزادی تقدیم می شود که آن و دیگر مطالب را می توانید در سایت اینترنتی ما گوش کنید. خبر و ویدیوی بیشتر همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و زمینه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه دسترس است.